سرودی کم کم دیل میکنم با تفسیر نو. کم کم دیل میکنم گرچه مشکل میکنم کم دیل میکنم. شما رو مجبور کردیم که امروز بیاید همراه ما صحبت کنیم. اون کسی توی پولتک گفتم تو دارم تاجیکستان هستم آدمایی که میگم من به $100,000 در کار میتونم در کار باشم. 400 ترانه دارید ولی ترانه جوانی رفت ترانه گویا که اساسی شما است در زندگی. میگه من جوانیم رفته باشدم خب من خودم جوان حس میکنم. دو چیزی که شما رو عصبی میکنه. دانش که بلند شد جاهلیزم گم میشه. آدم هستن که من رفته گنده کردگیم بگذار همون سلامت باشن. چند مرتبه شما با صدمات نقلیاتی دچار شده؟ من خودم این تنگه من آرندگی من پول ندارم ماشین شما رو اساس کنم. خوب درک میکنم اون چیزی که شما میخونید. بعض وقت گیری هم میبیاد. خیلی منمنی نمیکنی. عجب دنیاست که این نمیداد که شعری که خودش این خیلی این کاری نامردی اما زورتر کرده خون قائل شوم. میگه تو اما زور خونده که نتونی چی بمیخونیم. دیگر شاعرها برای افضل شدی پسند نیست. صنعت اگر همین خیلی بحث نباشد صنعت نیست. اگر شما سرانده نمیشدید آشپز میشدم بخاطر رستوران من به جا نبوده. در یگان ژانری نو سرود خوانید. تمامی عمر جوی لایقی خود را در این دنیا نیابی در زمینی عاشقی عاشق تری از من. سلام علیکم تماشاچیان عزیز ما. این است برنامه امشب. نام است من مبارز عثمانов و امشب باز ما مهمان داریم. واقعا این برنامه نه تنها بهترین میشد بلکه پر محتوا میشد با تراوت میشد و همزمان شیرین میشد. شیرین از کدام لحاظ؟ سرپرستی برنامه ما چای نایس استحصال تاجیکستان است و با بهترین تکنولوژی اروپایی است که برای شیرین شدن این موزه محفل واقعا مساعدت میکند. همزمان قید کردم موارد است که برای اینکه ما رو تماشا کنید ما اصلا در اینترنت هستیم. برای شما چی لازم است؟ اینترنتی خوب و علاقه با صفت. برای این شرکت مبیلی انور طرفای نو که نام دارد دیار اولترا برای شما پیشنهاد میکند که 30,000 مگابایت اینترنتی روزانه، 35,000 مگابایت اینترنتی شبانه، 1000 دقیقه با دیگر شبکه‌های مبیلی و نرخ آن همگی 65 سومون در یک ماه. قریب که 65 سومون و 65 گیگابایت. السلام علیکم مبارز. ممکنه با شما عکس بله بله. امضای خود را نگذاشتید؟ مرحمت. کی؟ کنسرتی نوبتی؟ نه روزهای کنسرت شما رو ما میدونیم. پس کی کلیپی نمیبراید؟ نه در برای کلیپ هم ما میدونیم و به نزدیک میبراید. درست؟ پس چی؟ کی طرفای نوی اپراتوری مبیلی انور میبراید؟ ما همین روز شما میتونید که با طرفای نوی دیار اولترا از انور پیوست شوید. 30,000 مگابایت اینترنتی روزانه، 35,000 مگابایت اینترنتی شبانه، 1000 دقیقه با دیگر شبکه‌های مبیلی و 50 SMS. نرخ همه آن 65 سومانی در یک ماه. من امروز میخواهم که برای شما نه تنها یک هنرمند بلکه یک نفر رو معرفی کنم که این نفر نماینده برجسته فرهنگ ملی. این نفر رو نه تنها یک هنرمند بلکه گفتن ممکن است که این نفر واقعا هم حامی فرهنگ اصیل ملت است. برای چی؟ نو بسته از اونه که چگونه تندنسی ها پیدا میشن، چگونه روش زمان است، این نفر دویمو حسی وطن دوستی دارند، اسلوب خاصه خود رو دارند و این اسلوب رو عوض نکردن. من استاد عزیز شما رو خوش آمدید میگم. امروز در مهمانی ما هنرمندی مردمی تاجیکستان، صاحب یک زمره جایزه های دولتی و غیر دولتی، استاد ما افضلشاه شادیев. سلامت باشید. سلام و درود به شما و به این برنامه بسیار هم زیبایی که ما چند وقت تماشا کردیم با جوانا آخران شب. برنامه آخرینه خیلی لذت بردیم و شاد هستم که امشب با شما هستم. تشکر زیاد استاد. من سپاس میگم برای شما. این برنامه ما سبک خاصه خود رو دارد، اسلوب خاصه خود رو دارد. برنامه اصلا در اینترنت میرود و من امروز بسیار شاد هستم که شما همیشه با روش زمان هستید. یعنی که اگر شاید یک نفر دیگر میگه که این برنامه با اسلوب من درست نمیگیرد، من نمیبیایم یا اینکه دیگر رو دیگر، ولی اون چونونه که شما جوانان رو دستگیری میکنید و اون نویگریایی که جوانان دستگیری میکنن این بسیار برای هر یک نفری ما مهم است. من تشکر میگم برای شما، زیرا که بسیاری نفران دیگر هستند که وقتی که جوانان این کار رو میکنن مثلا در ساحه ما یا در دیگر ساحه، بعضی نفرانی هستند که مثلا در این سمت پیشتر بودن، نمیخوان که دستگیری کنن، نمیخوان که بیاین، نمیخوان که مشورت دهند
برای همین این یکی از فکر میکنم که خصلت‌های خوب شما است که شما پذیرفته میتوانید. سلامت باشید. من تو اینجوری میدونم که استاد شما زیاده از 150 ترانه با شعر لایق شیرالی خواندید، شاعر بزرگی ما. کدام سروده که با شعر او اجرا کردید با شما بیشتر تاثیر گذاشت و چرا به فکر شما؟ ما با استاد لایق از جوانی یعنی که من خودم شناختم، استاد می اومدن دهبه، همسایه بودیم، مادرشون حولی مادر به می اومدن و ما البته دویده از پس ماشینشون اومده استاد خوش آمدید میگفتیم، ماشینشون رو برده در دریای زرافشان میشدیم، لبی دریا با و همیشه از صحبت استاد، از شعرهای نوشون، از همین آمدنشون به دهه لذت برده، آهسته آهسته پسرخوان شدیم و اومدیم در دوشنبه همراهشون قریب 35 سال عمرمو گذروندیم و نهایت بسیار انسانی بزرگ بودن، شاعری توانا بودن و جوانمرد بودن. پیش از همین جوانمرد بودنشون الکی همیشه خودش میگوید. 150 شعر تنها از ایجادات یک نفر، دیگر شاعرها برای افضل شدی پسند نیست؟ چرا نه؟ من 400 تا آهنگ دارم، 400 تا سرود دارم. از این از بابای رودکی هست، از خواجه حافظ شیرازی هست، از شیخ سعدی هست، از خواجه کمال خوجندی هست، از شاعرای بزرگی ما، از سیدای نصفی هست، از استاد ترسونزاده هست، از استادای دیگر، از استاد لایق، گلنظر، بازار صابر، گل رخسار، نظام قاسم، کمال نصرالله، آذرخش، فرزانه، بسیار خوب، عاشور سفر، حق نظر غایب، همه شاعرای من که توشون قریب کار کردگی هستم، شعرشون بله بله. لیکن اساساً با استاد که بیشتر ما همراه بودیم و همیشه من یاورشون بودم و دربارشون میگشتم و فرزند همیشه شعر می‌نوشتم و همیشه آهنگ می‌بستم، پگشو می‌خوندم و بعد در واخوری‌های بسیار خودشون می‌خواستن که من همراهشون باشم. با همه مردمی اهل علم و ادب دوستی داشتن، احترام داشتن و استاد لایق یک مرد خاکساری صمیمی که بودن، با همه مناسبتشون هم یک خیل بود، یعنی همچون انسان، همچون آدم، همچون آدمی فرهنگی و همه مناسبت میکردن و همه از صحبت‌های استاد لذت میبرد و همه استاد دوست می‌داشت. بله، تشکر میگم من برای شما. اویدی ترانه جوانی رفت. این ترانه تقریبا 30 سال زیاد میشد که انتشار شده، سال 1988 بود، درست؟ بله. ولی نگاه کنید که تو این زمان ترانه مبرمی خود را گم نکرده است و تو حال مبرم است، تو حال گوش میکنند و هر باره که این ترانه را انسان گوش میکند حسیاتی نوستالژی و یک اندیشه های وقتی گذشته است برای هر یک نفر. وقتی که منم تقریبا 15 ساله بودم این ترانه الکی مشهور بود و امروز من میگم که 31 ساله شدم و این ترانه الکی درک میکنی که معنایش چی است. بعد از 30 سالم تو حالا یکی از ترانه‌های بهترین شما است. سببش چی که شما 400 ترانه دارید ولی ترانه جوانی رفت ترانه گویا که اساسی شما است در زندگی. هر یک هنرمند، هر یک سراینده به خودش یک سرود دارد که همین سرودش و خوب میشناسه مردم. بله. و همه دوست می‌دارد. و وقتی که همین سرود من دو سه آهنگ بستم و رفتم استاد لایق مقبول نشد. وقتی که از شهر استانبول یک ساز خریدم، سازی ترکی، بسیار نوازشش ملایمی عجایب بود، آوازش همون خودم همون اسباب دوست می‌داشتم. و یک جور نشستیم و همین شعری که از یاد می‌دونستم دو سه آهنگ که خوانده بودم با استاد پسند نبود، همین آهنگی که امروز هست، همین که خواندم که انا یافتی گفتن همین. ولی همه دنیا اینا گوش می‌کردن. بهترین آهنگ همین از اینا گم نکن. خودشون که یکم شنونده و یکم بهار دادن، همین باهایم کس همین خیلی در حقیقت همین خیلی شد. این سرود سرودی ماندگار است و همه مردم دوست می‌داره. هر تو دکوچه‌ها من بچه‌ها کودکای جوانی رفت، خیلی جوانی رفت، خیلی یا خیلی ماشین میریم تاکسی میبود، من در راه میستاد، همون در چراغا میستم مثلا میبود آینه فرودگی جوانی رفت ها که از شما میگه من طرف میگم ها جوانی مو رفته است، تو راست رفت جوانی رفت در حقیقت. میگه من جوانیم رفته باشدم، خوش من خودم جوان حس میکنم. برای چی؟ برای اینکه بسیار میخونم، بسیار جستجو میکنم، یگان آدم به بخیلی ندارم. هستی که کتی من برادر است، دوست است یا بیگانه است نمیشناسم، کتی به مناسبتی ناز میکنم، گپی خوب میزنم، همه حیران میشد. حتی مادری رحمتیم دو جایکشون جنت باشد، اوچا جانم وقتی کارروی ادری خانه میبرم دیرکتور فیلارمونی بودم آخرین سالا، بعد میگفتن که پسرم التماس از شما یک خواهش، حالا به اوچا جان یگان کس آزار ندید. همین روز اگه بیگانی بیت خانه بیت که من اوچا هیچ کس آزار ندادم، من دونید که من شما دعایی نکردم. همین روزش کلیشتم و واقعا هم گپی مادر همیشه در پیش نظرم میبود. من هر کس ببینم سلام میکنم و هر کجای ببینم شهر روم اینجا رو من میگم ما همینجا، اینجا رو من میگم ما همینجا، هم مردم بله با هم پیوست میکنن. این چی از مثلا بسیار نوارم میگم که حاضر استاد ازش شدی بسانه میپراین، مثلا توی از میگم که
توی در استرافشان است، توی در کلوب است. میگم که من از کلوب، من از استرافشان، من بله همین خیلی هم هست. چون که این چی است استاد؟ بزرگی تاجیکستان. یعنی تاجیکستان ما دسترخوانی پر از نان و نمک است و همه جاش عزیز است. ما در راست نگاه کنیم همه خوش هستیم، دوست داریم و همه مردم با همدیگر مهر داشته باشند. من آخرون در پیام پیشوای معظم ملت گفتن که برادرها، اولا گفتن به هم مهر صمیمی کنیتون، یکدیگر را حرمت کنیتون، دوست داریتون. بعد خواهراتون اپاهاتون 1 سال به 100 سال به یک خبر نمیرون، اونها خبر فرزندای پدر آزار ندیتون، کم کم دستی بیچاره‌های کمبغلا گیریتون. همین گپاشو من آخرون وقتی فرزندای پدر را حرمت کنیتون گفتم، به خدا اشک ریختم. بعد با خواهرام و با برادرم همینو برای نظری من با عزیزتر شدن، چون که این گپشون در حقیقت صدقم بود و اون کس همه گپشون برای ما راهنمای زندگی ما هست که ما همین راه بزرگ همین پیشوای معظم ملت گرفته رفته استودیم. پرزیدنت ما به همه مردم یک چیز تمنا میکنه که یکدیگر را دوست داریتون، وطن را دوست داریتون، جوانای نسل تربیت کنیتون و امروز جوانای ما آینده سازن، بسیار کارهای خوب میتونن کرده. اگر به شرطی که ما اونها تربیت کنیم، اونها دلشون گرم کنیم در زندگی، اونها گپ خوب گفته توانیم. بعد ما میریم پیش ترقی میکنیم و تاجیکستان به پیش گفتن میتوانیم. تشکر استاد، بسیار خوب. در این یان محفل گفتن شما که من از اینجا من از اونجا، این اساسا متحد کردن و با هم دیگر در حقیقت من کلوب یک خالم 40 سال مدیر معارف بودن هستن. خدا بشکر حضور قریب 90 به اون کس هستن، معلمه بزرگی شهر کلوب زندگی میکنن. مردم کلوب اون کس درس دادگی، تربیت کردگی، اصیلبی شریف و همه هم کلوب میشناسن تازه را. در مومن آباد 2 تا خالم بودن، ناخیر رفتن از دنیا، فرزنداشون هستن. در فرخورد تقام 40 سال سردختری، همین دختری وترینر ویلچ همونجا بودن. یعنی همه توماندن، یعنی که همه ما با یکدیگر. خیش دارم در سمرقند اولاد دارم، در بخارا اولاد دارم، در اشت اولاد دارم، در خوجند خیش تبار دارم. خوجند رو لفظ خوجندی که دیگه بزنم، کلوب رو لفظ کلوبی که دیگه بزنم. ازبیکو هم میبینم که ازبیکی گپ میزنم، کسی ازبیک میگه ها من ازگنا خاطری من ازبیکی گپ میزنم که توشم مثال بهترین. یک جا رفتیم در همین سری آسیا گذشته، دهنه وقتی گذشته باید شهرستان کردیم، ما پنجکی رفتیم. وقتا این تونل راه نبود. ماشین نیو من خریدگی اكون نیو پدرم باید توفیق کنم برده تیامو خودم بعد بود دوشنبه بیام. هوا خنک، 2 تا خواهرچیم کتیم، اکم که همراهم، اکم یخل جوب سرول بمیشنه، یخل جوب خودم رفتیم. ماشین دینامش ویران شد دیگه، فراش نشون نمیدن، تاریکی به موندیم. یک جوبه یک خونه همونجا خیلی قشلاق است، یک خونه تخت کردیم. یک مردک برآمد، گفتم سلام علیکم، yaxshi misiz aka؟ ما مهمون هم خیلی ازبکی گپ زدم، این مهمون مرحمت دارید، گفت خیلی کرین محمد در آورد تا ماشینم ویران شد. میخوام چوک نیم که حاضر گفت و یک استاد اجازه داد. استاد گفت که اکوی ماشینا گفت من 5 سحر با گفت هم صبح میدمد و تا 6 سحر سوز میکنم، 6 با اینا میتونن که حیکلان روان بهتره. این شبیه که من وای نمیتونم کرده این کارو. گفت سحر هم از دور آواز موسیقی اومده استاد است، یک توی رفت است، هم شتاب تاریکی شب. بابا بچه گفت که مهمان گفت مرحمت کنینگلر، گفت خواهرام در آورد، اکوما در آورد، من در آورد. زنش دسترخوان آورد بیچاره، اکو نان و نمک آوردش که بعد گفت که اینجا توی همسایه‌ام توی شداست. گفت من همون توی رفتم تو یک تبریک کرد گشتیم بیام، من تا مونم بر کتی داخلی این دخترو خواهرام کتی زنت شینم گفتم ما که تو میریم کتی مردک رفتیم. هیچ کی من نمی‌فهمه، مردک من نمیشناسد من کی. یک تشلق درده است، هم طرف دهقان آباد و دربند و هم طرف آباد. بعد رفتیم توی بعد در اومدیم خیلی یک حافظ خانسود است همونجا سنتیزاتور موندگی وای خوند و بعد تمام کرد. بعد من طرفش هم بچه‌ای گفتم که من گفتم اینجا 2 تا خونده تبریک کنم، گفتم من کم کم حافظه میتونم. کم بعد که میتونی من گفتم ها کم های برو. گفت همین برآمده سر کردم که آدمو اتوی برفت و سگو گشتا اومد، همین توی سر شد. یک کیسام توی پول نمو کدام سر داره سردای ازبکی تاجیکی ارلاش خونده استادم همین کیسام پول پرختوزم پول دبولی سرم چوشتوز همین صاحب توی رفته یک جامعه و یک یکبان آورد من به پوشون دیگه. به مردکی مانا ماشین ویران شد، حیران شد. استوی ماشین همونجا بود است، اومد که ماشین همین ویران انی تو میای که واسه محاضر رفته ساز میکنم ماشین که خلاصه ماشین ساز کردن. ما برآمدیم راه با اون پول نیمه شد اون مردک دادیم و همه وقت میگیم نمیگیرد پول. یعنی همین هنر و زباندانی آدم از همه جا خوشرو کرده میبرد. اگر هنر داشته باشی، اگر زبان دانی، دلیابی کنی، دلیابو خند خور میگن تاجیکان کوهستان. ولی من از خدا بسیار از منت دارم، از پروردگار، از الله پاکی من خداوند همین خیلی آفریده است که من همه با گپ ناز میزنم، همه دلش میتونم بیفتم. خیلی مثلا میریم طرف همین یک جا رفتیم رای دوردست با
اونجا خورو میریم، خورو رفتیم، دونی باغ خورو در اومدیم. بعد یک کمپیر و یک مسافر اومده استونن. ما هم مهمونخانه باید جا گیریم. سلام علیکم. بعد السلام علیکم. من گفتم السلام شما پدر جان مادر جان سرنگ قبول باشن جورت و سوز و او افضل شو نیستی گفت ولی همین آغوش کرد مسافر. باور کنید 2 روز هم مهمونخانه با توتپوس و توفه های همین بدخشانی توقیای خوشروی من این جاروبای دراز و همین هم برای کلیم برای اویلت میبری برای فزنادو میبری بچه میفته. آخرش همین مسافر نمونده ما خونهشون بردن. اوقات پختن همین اوقات خاک سارونی عجایب کیف کرده اوقاتشون خورده. با هم کسی پسرخوان شدیم. مرد ما آینده اگر کسی پرسد من میگم افضل شوی خاروقی از خاروق از بدخشان برای اون که پدرم شما مادرم این کس گفتم کمپیر با صورت گرفتیم خونه همونو با همونو محبت کردیم. هر کجای رویم همه جا حرمت میکنند. خدا به شکر. آدمایی هستن که مثال ما غیبت میکنن در همین اینترنت هم هستن که پشت ما هر گپو مینویسن همون هم سلامت باشن به خدا رحمت که همونو کم کم چیزای گنده مینویسن ممنون خونده میگم ای خدا به شکر با آدمی بود است که منم بد میدرسه آدمو بودیم گفتم من حیران میشم. برای همین خدا الهی همه به انصاف داد همه به تفریق داد همه باید آدم باشیم. همین آدم بودن دینا بعد هم پیام پیشوای معظم ملت همین کلمه آدم باشیم و همدیگه را حرمت کنیم و یکدیگه را قدر کنیم و دوست داریم گفتگیشون به من به خدا اشک ریختم چون که همین زمان به همین چیز نمیرسد دیگه همه چی هست. یک تا چای 95 یوتون باشد مغازه میرفتید پات پرلافکا مغازه چی میفروخت یا کلباسی کاپچون پات پرلافکا میفروخت یا پالشکا کلباسا میخریدید همین پات پرلافکا میفروخت مثال روزی میره در یک مغازه 50 نمود کلباسا هست و 50 نمود چای همه چی هست همه جا سری پوری. همین تینجی امونی که همین دولت ما با هست ما در حقیقت شکر میکنیم. مهمانی که از تمام دنیا میاد دوشنبه زیباگیش میبیند آبادی میبیند راههای میبیند همین حتی همین جاهایی که با همین زعفرافکای بنزین میتن اونجا میدارد 10 نمود بنزین و ماندگی با هر مغازینش همین خدمت کارسان همین دستا پیشی بر پیشروی ما میبینن گرم باغای ما شهرهای ما این چراغون دوشنبه طرف خونه مهمان خونه ما بهترین نازی مهمان خونه با خدا از امریکا یه خیلی مهمان خونه مهمان خونه تاجیکستان پیشتر بانو میخدا من بسیار وطنم ملتم دولتم دوست میدارم پرزیدنت هم دوست میدارم. این قدر پرزیدنت خدمت کردن ما چی عذابو کردیم هم دولت ساختیم. این وطن آباد شد با ننگ و آر. این وطن ننگ و آر آباد کردیم تاجیکستان. ننگ خودی پرزیدنت ننگ همه همصفانی پرزیدنت همین وطن همیرس کرد همین خیلی بدنجه آورد که همین وقت مردم خرسند و خوشبخت و آباد. فقط گیسی راهم دو میشد اینجا پاکستان و اینجا هندوستان و افغانستان و ازبکستان و قرقیزستان ما فرق میتیم و ما با دیگر کارایی میکنیم که فرهنگ بزرگ ما دیگران هم آموزن دیگران هم از ما گیرن. هیچ گپ نه از فرهنگ ما یک کس دیگه آباد شود و هم فرهنگش از شرافت فرهنگ ما کدی آباد کرد گنده می هیچ وقت بدی کردن در کار نیست. مایلش سلامت باشن. بعضی وقتا شبکه‌ها رو میخونم مناقشه‌های بین ملت‌های و میکنن و میسازن خیلی یک تا بی عقل گپش به اهمیت دادن در کار نه. بله گفت از یک کس درباره ابو علی ابن سینا گفت است ملتش تاجیک نه هوای گفتن میگیره تاریخ میدوند زمان دنیا جهان میدوند که ابو علی ابن سینا بابای من و شما تاجیک است در همدان ایران خواب است. وقتی سری منزل سینا رفتم در همدان گیره کردم. ای برادر ایرانی که آقای افضل شو چرا گیره میکنید؟ من گفتم همین بابای من میشن هم کس همون دریای زرافشان هم مسجد عینی پنجکین سمرقند بخارا رفته بخار میشد. دریای زرافشان بخارا به طلا میگیرن 30 تن طلا میگیرن بخار میشد. همون دریای زرافشان همین سینا همون دریا آب نوشتگی منم همون دریا آب نوشتگی که از بابای من میشتم به واسطه بابای من هستم گفتم و افتخار میکنم که من اولاد اجدادی ابو علی سینا هستم چون که وادی زرافشان هم مسجد سر میشد دریای زرافشان رفته بخارا به بخار میشد و تمام میشد. یعنی که ما یک وادی هستیم. ابو علی سینا بابا کلونی ما بابای جان شیرینی ما جهان امروز از علم سینا استفاده میبرد از طب سینا استفاده میبرد. چه خیلی فخر نکنیم که همین بابای ما همه دنیا به سلامتی داده است. آدم 54 57 سال عمر دیدن لیکن تا امروز جهان از علم این مردی بزرگ آموخته استفاده است. یا الخوارزمی همچنان ستاره شناسی بزرگ یا مثل بابای رودکی همین شعرهای کمشون کتین نامشان جاویدانی ماند. و امروز افتخار میکنم که در همین دولتی بسیار آباد آزاد من زندگی میکنم. هر یک کوچه به میرم حتی همین راهها و ماشین که در افسادیم ماشین باید روی قانون سویتفور روی قانون رانندگی باید وای گذارد. من میگم نه استاد اول شما گذارید با من این بلا تگیرم میگم خدا رحمت
خیلی دنیا خدا بشکر. من چه فکر می‌کنم امروز شما دستی خالی نآمدید. اون صحبتی که ما تقریبا 3 یا 4 سال پیش داشته بودیم در اونجا سرودی ناله مجنون اجرا کرده بودید و امروز هم فکر می‌کنم که یگان ترانه نو است که میتونید امروز اجرا کنید برای ما. بله هست. مرحبا. دیگر مردانی صاحب دل عدالت را نمی جویند، شرف را برده از خاطر شرافت را نمی جویند. همه از پشت نانند و به نام خویش پامانند، خجالت را ندانند و رسالت را نمی جویند. ز ملت گوی می خندند و از دولت گریزانند، ز ملت گوی می خندند و از دولت گریزانند. رهی آسودنی این خلق خود دولت را نمی دانند، رهی آسودنی این خلق خود دولت را نمی دانند. بزرگان به هدف اینک، سترگان به طرف اینک، چرا راهی نجات از این جهالت را نمی دانند. غروری مرد را پرسم، سراغی عشق را گیرم، در این بازاری پرهیله اصالت را نمی جویم. گهی از شعر بیزارم که پاسخگوی درد نیست، چرا که شاعران دیگر محبت را نمی جویم، چرا که شاعران دیگر محبت را نمی جویم. تشکر زیاد استاد، تشکر زیاد. این اشعار کیست؟ بزرگ مهری بهادر، دادرک خودم، بسیار شاعری خوبی جوانی با درد می نویسد. بسیار خوب، بسیار خوب. این از برنامه امشب مهمانی ما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضل شادیف هستند. من خوش آمدید میگم استاد گور شما. در فارغ شما هم موسیقی کلاسیکی است، هم موسیقی خلقی است و تو یک اندازه ببینیم که کم هم باشد موسیقی معاصر هم هست. به نظر شما امروز کدام سبک موسیقی در تاجیکستان بیشتر رشد کرده است؟ حاضر موسیقی که امروز زمانوی هست، یعنی استراده‌ای که جوانان ما خونده ایستادن، هنرمندای جوانی ما مخلصش بسیارتر شده است. البته موسیقی خلقی هم هست، هنرمندای محبوبی ما چیزای بسیار خوب ایجاد کردن، سر کرده از استاد بزرگ جورابک مرادوف، بله، از استاد بزرگ دولتمند خالوف خدا رحمت کند، از استاد ظفر ناظیموف جاشون جنت باشد، ادینه هاشیموف، بای محمد نیازوف، جورابک نبیوف، مستانه ارگش و مرادبک نصرالدینوف، باباجان عزیزوف، جمشید اسماعیلوف، قربانای رحمانوف، جورابک نظریوف. شما یک زمانی با ظفر ناظیموف، بله، با استاد ظفر مجنون براتو بودن؟ ها، استادی ما بودن. 25 سال من استاد ظفر کدی کار کردم. همین استادایی که امروز بسیارشون رفتن هستن، خدا بشکر، با من فیضعلی حسنوف خدا بشکر هستن، مثلا استاد سید قل بلالوف هستن، استاد جورابک مرادوف هستن، در شهر باستانی خوجند استاد جورابک نبیوف هستن، دیگر استادای صنعت اونجا هستن، انا جوانا هستن
مثلا حسن کمال رویه احمد ظاهر کردی خوند مثلا از افغانستان جورای من گفتن که استاد همین بچه بسیار خوب خوند بسیار خوب واگذاری کردن. از جوانای ما امروز مثلا ذکر الله حکیموف، من خود شما جان بیگ جان، انا سراج الدین، منیژه، شبنم، انا زیاد هستن. من این دیگر هنرمندای هستن دیگه نه اما قلوب دیگه هنرمندای هستن. خیر رحمتی دمیربگ جان جنت شد یک برآمد و افتاد هم تو شد بیچاره خدا رحمت کند. تازه دلم شما بسیار دوستی نزدیکم بود همکاری قریب 7-8 آهنگام سرودگی هست، درجه عالی کرده خواندگی است، آهنگای اراجروکا کرده با سطح نو کرده خواندگی است دمیربگ جان خدا رحمت. پدرش بوتر جان که ما خواندگی اما یک کورس پاس بدن ما هم رفت آمد دوستی اکا و دادری داشتیم که جان. صد افسوس برای همین امروز همین جوانا در ساحه استرادا موسیقی نوین جدید کردی برای این موسیقی جهان گوش میکنند. برنامه گذشته بود ما صحبت داشتیم و من با سیراجدین فاضلов سوال دادم که سطح موسیقی امروزه تاجیک رو از 1 تا 10 با گزاری کنید. اون نفر گفتن که 3. شما با همین چیز راضی هستید؟ هم فکر هستید یا نه من راضی نیستم. شو بیزنس تاجیکستان امروز جوانا بسیار زورن برآمدن تشکیل کردن. من از شما دیگرها شاگردا و دادرکا هستید. روسیه و خیلی قویل کرده آمد و انگلیسی چونون به سطح بلند خوند که فاروق حسنов بود در اون در 100 نفر اجاش خستن باها میگذاشته دیگه ندونستن چی گویان. چقدر این بعد 3 باها میداده دیگه 11 باها 10 هم نه باید که ما باها بلند. ولی همین شبنم جان چیزای نظم رو آورد نگینه رفته در ایران ارکستر سازهای ملی ایران کردی در چی در فرانسه اونو کتی خوند. بسیار یک موسیقی بلند کتی خوند قائل کرد. این چیزایی بود که نبودن. نبود این چیزا. من در ایران 12 شعر بابای رودکی با ارکستر سازهای ملی ایران و خور ایران خوندم. 20 دختر 20 بچه 12 تا شعر بابای رودکی خوندم. دیسکش هست واحدی تاج گفتگی حافظ ایران کردیم ما همراه خوندیم. این چیز هست تاریخ با چون رودکی تو امروز هیچ کس خدا نخونده بود. و بعداً در بسیاری برنامه فستیوال بزرگ من یک 6 ماه پیش ما در شهر سمرقند بودیم در فستیوال بودیم 10 دولت اشتراک کرد. ترکیه بود، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان همه بودیم. وقتی من برآمدم همین 10 زبان با سرود خواندم. بعد آزادبek نظربekov وزیر فرهنگ ازبکستان گفتن که استاد سیزگه رحمت میندار سیزدن گفتم من اما مینداری کردن در حقیقت استاد گفتن من گفتم من خاک پای استادا میشم. خیلی خواندیم توانستیم خونده ازبکی یعنی آهنگای نو خودم ساختم خوندم. آهنگ ازبکی هم داشتید؟ زهرا میسن، زلیخا میسن. تنی شایلگی آهنگ زور دارم من. بسیار آهنگ خوب. آهنگی وای شد. آره منم پسند پسند شد. و بعد بغیر از اینم چند آهنگ دیگه هم خوندم و همین یعنی که صنعتکار خیلی منمنی نمیکنیم. ما هر کسی 30 سال هم منمنی گذشت درست دیگه. تمام دولت‌های دنیا و جهان به نام تاجیکستان بردیم سرودش با استادای صنعت همکاری کردیم. در همون سفرهای هنری استادا به خدمت کردیم. چای دم کرده اومدیم. جایی که چای نبود رفته از کجا چای یافته اومدیم. خیلی حافظای بزرگ استادای هستن که اگه آب جوش چای نخورن خوانده نمیتونن. اونا به یافتن در کار، کوفتن در کار همین خدمت کردیم. و البته به همون زبان‌ها خوندیم. وقتی که در کره من زبان کریگی که خوندم کوفته یافته شب به همون ازیاد کرده به عذابا خوندم. اما مصرعش در یادتون از یا نه؟ نه یک مصرع اما زبان دشواری که شما سرود خونده بودید کدام زبان؟ همین زبان کریگی. خطوی خوندید نه خطوی هم یک خوندم من کما که خوندم ما هم خیلی بسیار خیلی زبان. یگان مصرع از زبان‌های خارجی هست در یادتون؟ مثلا قزاقی. خیلی یک işkamar alataldı kaynapımda Şaylavimizi alğan şaylavin ila işkemerim tuvanclerim. اینا خوندگی هستم قزاقی، قرقیزی، ازبکی، ترکمنی، انا روسی. حالا نزدیکی پسرام در امریکا بودم همین سال 24 دو بار امریکا سفر کردم. 1 فوریه سال گذشته من در امریکا کنسرت داده بودم. با ماه اکتبر رفتم. ولی من دیده بودم. اکتبر رفتم با یک 45 روز رخصتی مهنتی بودم رفته استاد آمدم. بعد پسرم گفتن که داده یک تا انگلیسی خوند انگلیسی تیار. خوش هست یک انگلیسی نه اکو تیار کرده استادم حاضر تیار میکنم همین تو هم ما یعنی ژانری سرود با زبان انگلیسی میشد ولی در ژانر خلقی همین خیلی و یک اسپانیش خوندگی انگلیسی بچه همون شعری بسیار نازه برای یک بسیار خوب آهنگ از این کتی خوندگی برای بسیار شاوخوار میشه مادر و پدر اونجا یک حرمتی پدر و مادر اونو به خیلی نبود چخیل هم بچه‌م نیافته خونده است که منم همین کوفته که همین معناش مخصوص پسرم ترجمه کرد من همین میخونم گفتم بازی کوفته استادم خیر خدا خد میخونیم. بغیر از این همین نزدیکی به یک
4 ماه پیش اگر خبرتون باشد من رئیس اتفاق اربابان صنعت تاجیکستان انتخاب شدم. بله ما تبریک میکنیم شما. رحمت انتخاب شدم. راستی گپ من خود در انتخاب وای نبودم، لیکن وقتی که گفتن که هم خیلی کارو میتواند کرده همین اتفاق اربابان صنعت تاجیکستان، من راضی شدم. گفتم شد. برای مکن نزدیکی به یک برنامه کرده ایستادم واخوری با همه هنرمندای جوان و سن سالش از مثال 60 پایانده. اینو که من درباره چی صحبت میکنم؟ درباره سرود برای تاجیکستان، برای ملت، برای وطن، برای امروز آبادی های کشوری ما، برای نسل نورس تربیت کردن در آینده. همین چیزا باید ما خونیم که نسل نورس از ما سبق گیرد، حواسش رود و دلش به موسیقی ملی گرم شود. با زبان تاجیکی دلش با نیکی رو بلد کنه. بله، همین کردن ضرور. مثلا بعضی دیگران رو میبینیم با اسای صنعت کوشش میکنن که یک طرفی منفی یا یک نورسایی تو رو یابانو پس زنن یا یگان حالت دیگر. وقتی شما دل خون نفر رو میبینید کوشش میکنید که چون رو بلد کنید که انسان بعد از واخوردن با شما باز باوریش به خودش و باوریش به کارش و همه چیزی که از مهر میبنه. وظیفه اساسی هنرمند یکون وطنش باید ترنم کند، پیشروی وطنش باید به مردم دیگر فهماند، آبادی های زیبایی. بعدا جوانای باید ما تربیت کنیم که همین بعد که تاجیکستان وطنی عزیز من پروفسور دانای میتونه چای رو پروفسور دانای کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیز من. همین چیزای وقتی پیشوای معظم ملت پیشنهاد کردن و لایحه خوب باور کن این لایحه ها چقدر بچه‌ها باسواد شدن، چقدر کودکا این داستانای ازیاد کردن. باور کنید من کیف میکنم، تماشا میکنم. اینقدر جوانای منم ایرانم کتاب ها رو با پرگی ازیاد بازی کودکان این همین علاقه پیشروی خدا چقدر پیشروی و پدر و مادر توجه میکند، معلم توجه میکند به دانش البته وقتی که شعر ازیاد میکند، شعر فردوسی رودکیه، مثال حافظ و سعدیه، مثال ترسونزاده و لاهوتی و مثال تایمرو طالایق و گلرخسار و بازار صابر و کمال نصرالله دیگر شاعرها مثلا میخواند. جوان از همین چیزا از بینش خودش جدا کرده میتواند علاقه برای که عقل دارد، سواد دارد. پورا شد عقلش فهمید و همین وطن دوستش زیادتر میشد و دانشش زیاد. دانش که بلند شد جاهلیسم گم میشد. بچه علاقه یک جا یک کسی مناسبت خوب بگیرد، کسی ببیند السلام علیکم میگوید، یک احترام به کلان سالا میکند، به وطنش میکند، به مادر و پدرش میکند، به مکتبش، به معلمش. و همین چیزا وظیفه مقدس و اینا جناب عالی تونستن که همین کارا کنن و این راهبری اون کس که بسیار کار خوب شد. من بسیار خرسند میشم وقتی همین تماشا کردم میشینم همین جوانو میخونن، یا خیلیش خیلی به همین وجد میبیاد، شعرو گم میکند، یا خیلیش همین میخوند. و یک نبیری خودم هم در یک هم برآمد کرد، در یک کنکورس هم خوند، سرود خوند، نه هم شعر خوانی کرد، هم دوستانای ازیاد خوند. بعد بگونی تلفن کردم، من گفتم که شکرانه جان دخترچه، گفتم قایل کرد بچه‌م، گفتم من تلویزیون تماشا کردم. چون من نگفتی؟ اگه شما میگفتین شما بعد یاردم میکردید، چهرز میکردید، گفت این بعد اخت ازیاد بسیار نمیکرد. خندیدم. من هیچ وقت برعکس من با گوش کرده یاد میدادم، تربیت میکردم، بینم خوب شد است. گفتم خرسند شدم. چی بعد ما انا امروز نبیرو علاقه پیشش قریب 12-15 ساله شد. اون نبیرو چند نبیره داره درون؟ خدا بشکر نبیره صبحش بسیار گم. آخرون نبیره من نام مادر ماندم، اون کس حال 10 ماه شدن. همین قدر شیرینه که هر روز با اون کس یک روز من خبرگیر ندارم. نامشون چیست؟ نامشون مهبانو، نام مادرم. مهبانو. باور کنید اگر کتیما خواو میکنن، جنگی میشن، همین کودکچه علاقه من نروم، اگر دیر روم علاقه کتیما خواو کرده جنگی میشن. با من چخته اون کس به همین خوش آمد کرده، بعد دلشون یافته و چجون گفته چی میگم، من هم کس لذت میبرم عقلی قاشون. نه که کلمه پیدا شد، رگردشون سر شد، ازشون خسته دیوال داشته. باور کنید اگر این یک لذت دارد، زندگی همینش که زندگی است، همینش که شیرین است. رستگاری خواه ایدل مردم آزاری مکنفت است. عبدالله انصاری. آخه آدمایی هستن که آزار میتین، گپی خطا میگن، شما میرنجونن، مثلا همین میبینید، همین کودک میبینید طفلی بیگناه، همین چیز فراموش میشد، گپی هوایی هیچی در یادتون نمیموند، یعنی که گفت رو رفت تمام. برای همین همه وقت برای جوانو، برای کودکا، برای مکتبا، برای معلم‌ها، برای دکترا، برای سطحی که برای جمعیت خدمت میکنن، همه ما باید خدمت کنیم، باید دستگیری کنیم و این کار سر کرده راهبری دولتی ما، پیشوای معظم ملتی ما و ما دوام دهنده ای کار اون کس هستیم. ما هم کوشش میکنیم که به همه کمک کنیم. هر یک جوان مرد در تاجیکستان هست که
یک کارو میکنن، خیر میکنن، کتابای چاپ میکنن، دکترا به یاردن میتن. یک سخاوتمندای بسیار هستند، در همه گوشه‌های تاجیکستان هستند. اینا خدا داد بچه‌ها، پول داد، پول یافته است، برای ملتش صرف میکنه، برای دهه‌اش صرف میکنه، راه میسازد، مکتب میسازد، بیمارستان میسازد. یکچین بچه‌ای هستند که همه وقت برای ملتشون، برای دولتشون، برای وطنشون، زادگاهشون هر چی که دستشون بیاد میکنن. الهی صفی همین خیلی خدا بسیار کند که وطن هر روز پیش آباد شدن گیرد که ما آینده برای فرزندان بیرامو یک وطنی در حقیقت به گفته پرزیدنتمو آباد مانده رویم که پگه گویان که پدر و مادرش به رحمت همین ملت ساختگی و آباد کردگی و تا امروز چقدر خدمت‌ها کردن. همین خدمت‌های ما باید که آینده فرزندان بیرای ما قدر کنن، دانن و به همین راه روند با آباد کنن. این وطن همین وطنی بیشتری است که آب داریم، کوههای زیبا داریم، راههای زیبا ساختیم، تونل‌های ساختن پیشوی ملت، گیس هست، سوید میشد، برق میشد، انا گندم داریم، باغ‌های زیبا. پیشتر همینجا دوشنبه قرانتپه میرفتید، دو طرف هم تو بیابان باریم بود. حاضر میرید یگان زمین خالی نیست، همه جا انگور و سیب و کردگی دیگه گیلاس و باور کنید لذت ببرید. از زیبایی وطن تا وقتی شما لذت ببرید، شما خودتون وطندار گفتم حق دارید. بهترین تشکر میگم استاد عزیز، من سپاس میگم برای شما. باز یگان اگر ایجاداتی نباشد یک اجرا میکنیم، بعدا دو سه سوال دیگر میشه. وقت تور یک کس باید من میساخت. خوش. از سمرقند. خوش. گفت که اول پیشکی همین پولش تگفت من تور ساخته میتونم. من 12 تا تور دارم در خانه. تورو تو تعریف کردم. و من گفتم خیر من بعد 3 روز تو به جواب میگم. یعنی که صبر کردم. بخارای شریف میریم. رئیس فرهنگ بخارا، رئیس فیلارمونی بخارا اونا جورا خبرگیری اومدم. من گفتم یک تا تور در کن. 3 تا تور آوردن، ادرونش من همین تورا من گرفتم، تور قدیم. تا بکی از غمی دنیا دلی خود آب کنم، چند پروای همه قالبی آداب کنم. وقتی آن است که چون موج به ورزش آیم، وقتی آن است که از میرهی ورزاب کنم. رودی ورزاب بهین شعری روانی دنیاست، دلزی انگیزه چون شعر شرف یاب کنم. ماه روی بینشیند سری سنگ بری من، خنده بر منزلت و منصبی احباب کنم. ما چون قاشی طلاییست به پیشانی کن، من نظر بر رخ ماه و گلی مهتاب کنم. تا سحرگه بونی کوه لبی رود و لبی او، رخی خود چون گلی ساحل همه شاداب کنم. چیست اندیشه نیکو بد و کجدار و مریض، چیست اندیشه نیکو بد و کجدار و مریض، بگذرد این همه چون زیر زمین خواب کنم. بگذرد این همه چون زیر زمین خواب کنم. بگذرد این همه چون زیر زمین خواب کنم. براو. تشکر زیاد استاد. تشکر. ما در اینجا روبریکا داریم استاد، یک بخش داریم برای که کمتر چوقوارتر شود. ما دو ترانه مشهوری همین سال رو گرفتیم که آن رو شما با سبک خود باید که اجرا کنید. من خود حاضر متن این سرودها رو برای شما نشان میدم. اگر خواهید یک بار سرودم گوش کرده میبینیم که این سرود در اصل چگونه است.
خوش مرحبا یکم سروده که ما خودی حاضر گوش میکنیم این سرود در اجرای شبنم سورایو است که نام دارد ای عشق خب و من خودی حاضر متن سرود رو برای شما میمونم و شما به طور خود باید که این ترانه رو اجرا کنید مرحبا دوستان بسیار جواب‌آور است من یک مدتی دارم که شعر رو یک از خوندگی بخونم که در نظرم کیم خیر میشه خیلی شما به طور خود خب ای عشق کجا روانم جواب این گفته نتانم ای عشق در دام باز میخوانم با عشقی پنهان ای عشق با عشقی پنهان ای عشق ای عشق خوشترین دردی بدی زیشت و زیبا آمدی ای عشق در دام باز میخوانم با سوزشی هجران ای عشق با سوزشی هجران ای عشق ای عشق ای عشق ای بهترین استاد بهترین ما سرودی نوبتی انتخاب کردیم سرودی نوبتی باشد بسیار متن شوق‌آور دارد نام دارد کم کم دل میکنم چخیلی که میدونید ترانه یک جای من اومدی نقل نظر است که از همه سیر تماشابین ترین ویدیو کلیپی سال شد 43 میلیون تماشاگر هستن این رو در کامنتاری هم نوشتند و ما میخوایم این تفسیر این سرود به طور شما گوش کنیم دوستان عزیز تماشابینان گرامی قدر ما سرودی کم کم دل میکنم با تفسیر نو در اجرای استاد افضل شاه شودیف کم کم دل میکنم گرچه مشکل میکنم کم دل میکنم کم یاد میکنی مرا فریاد میکنی کم یاد میکنی مرا فریاد میکنی کم دل میکنم ای گرچه مشکل میکنم دل میکنم ای دل میکنم ولی ازی تو دورم من ای دل رنجورم من مگو مرا تو هرگیزم دیگر عزیزم کم یاد میکنی مرا فریاد میکنی مرا فریاد میکنی ای کم براو استاد بهترین تشکر زیاد میگم استاد برای شما بار دیگر من در حیرتم موندم این سرود رو اصلا جوانان گوش میکنن جوانم باشم ولی من خوب درک میکنم اون چیزی که شما میخونید بعض وقت گریه هم میاد و این سرود رو چنان اجرا کردید که گویا که این تمام یک قصه نو است و یک احساسات نو است من تشکر میگم استاد برای شما من اهمیت دادم که شما آخرای وقت بسیار هم در فیسبوک در اینستاگرام فعال شدید صفحه رسمی که اینستاگرام دارید این صفحه خودتون است بله هم دخترچه‌مو خودم کم خودتون میشینید اونجا یا نه بعضی برای چی تو حال یک صفحه یوتیوب رسمی خود رو نکشیدید یا اونجا هم هست یا دیگر نفران میبرن هست هم دخترچه میبرد برنو جون یعنی این چیزا رفته است اینستاگرام و یا فیسبوک خودتون بعض وقت میخونید یا اینکه دیگر نفران جواب میدن اون چیزی که نه من خیلی وقت خودم به خیلی خود فرزندام هم میکنن و اجازه منم میگیرن بعد جواب میدن
یعنی که صحیفه رسمی دارید اونجا میتونید که مخلصان نویسن ما صحیفه میگذاریم حتما مخلصان استاد افضل شدیف اون سوالهایی که دارید گفتنیایی که دارید. ولی همین 23 فوریه ما در مسکو کنسرت دارم. 23 فوریه روزی ارتش ملی. ارتش ملی یک رفته همین هموطنای همونجا خرسند کرده بیایم گفتیم. خوش. و ارکین جان اودینه شاگردم کرده یک جای میریم. بعد حالا اونجا چند تا زنگ زدی است که اکو میبیدو ما همین توی داریم. ابرو توی ما گذرونید. بله. ما تام نیاکو من روز توی بعد دیگه وقت میرم و حاضر نمیتونم من وقتم کم. همه 3 روز جواب گرفتم از کارخانه‌ام از وزارت فرهنگ. بله. اجازه پرسیدم. میرم گفتم همین وقتم کم است. برای بسیار نمیتونم ایستادن. یک از که اکو از شما سفرهای خارجی میرید مثلا امریکا میرید کنسرت میدید. مثلا مسکو میرید. گفتم بله. من گفتم من یکمش که برای پول شدن میرم. من پول همین تاجیکستان هستم آدمایی که میگم من به $100,000 در کار میتونم در کار باشم. پرابلم نیست مثلا. من برای همون مردم همون ملت تاجیک فرزنداش رفته در اونجا. دیگه ملتایی که با میبیان مثلا همین در آخران برنامه که رفتم 1 سال قبل از این در نوسیبیسک برنامه داشتم. یک تا آذربایجانی بود است اونجا. خوب. بوی بود است. تا دست به چند تا تاجیک کار میکرد است. من 1 سال آذربایجانی خوندم همون بچه همین قدر خرسند شد عاشق شد اومد چه خدمت باشد من میکنم گفت. ما دادم اون خدمت نیست. همین تا دست بگی بچه‌ای که از جای ما اومدن از تاجیکستانی ما همینو دستگیری کن. خیلی بسیار می‌نداری کرد. بعد آذربایجان رو تعریف کردم که در حقیقت صنعتشون صنعتی نظم مردمشون مردمی نظم خلقشون خلق صنعت دوست و چیزای کلاسیکی مثلا موقع هم دارن ترکتی نواخته میخونن هنرمنداش من کیف میکنم از اون همینو گفتیم وای بچه بایو بعد یاد کردیم زینب خونر و نزاکت محمد و حافظای مشهور آذربایجان ده پولاد بلبل اگلی همینو برای همین این صنعت یک بحر بی پایان است بله لیکن از همه نغزش همین ماهیه که در راه خودش میره و همون راهش شروع برده همون راهش کردی صادقانه به همون بحر خدمت میکند بحر این بحر همین تاجیکستان باشد ما ماهیچه ها همین بحر رو باید شمقه شنا کنیم که همین مردمی ما از ما لذت برد کجای ما بیند رحمت گوید احترام کند قدر کند و ما توانیم یک کس حرمت کرده و یک کس حرمت دیده تو حرمت نکنید حرمت نمیبینید شهرت رو ساخته میشد نه که آبرو رو ساخته نمیشه آبرو با طفیل وقت با مهنت با چگونه که با انسان معقولی همون وقت با دست میبیرد مسکو و یک تا معرکه با یه رستوران بدار اومدیم چند سال پیش بعد بچه‌هاش دیگه همجا вот мы молодые здесь сидим говорит вы что-то нам скажете как старшой говорит мы говорим не имеем 100 рублей а имеем 100 друзей надо уважать друг друга друзей надо поддерживать с ними общаться часто и дружиться говорит поэтому hamja бачача хеста говорит не имеем 100 рублей а имеем 100 друзей это неправильно говорит лучше 100 рублей иметь чем 100 друзей говорит там, дорогой мой, а если 100 друзей по 3 рубля дают, будет 300 рублей. Там ты ошибаешься. Кивай бачу, ама ханда карсаз да аджошон хестам. Спасибо вам, спасибо гуфтам. Вай бачам агуфтаги шарм дошту. Дар ҳақиқат дӯстӣ ин як муқаддасот аст. Вақте ки ду та президенти бузург ба ҳам даст додану раҳи 27 сола ба 28 сола маҳками Тоҷикистону Ӯзбекистона кушоданд. Мардум ашк рехт. 2 миллион одами дигар оғӯш гирифтанд амрӯз. Ин рафт омад. Ман имрӯз 300 та мошин аз Ӯзбекистон медорад Тоҷикистон ба мошинои мо мерад Ӯзбекистон медорад одамо мерад меҳмонхонаи оно ба хоб мерад ресторан ба кайф мекунад бозоро харид мекунад уно айнан инҷа мебинанд ҳам хел иззат ҳурмата мебинанд. Бале. Ин аз роҳбарои давлатҳо вобастагӣ дорад. Ман орзу мекардам ки худо тезтар дар ҳамин Украинаю Россия давлатҳои Европа давлати манамин Исроилу Фаластин байни ҳамино ба тезтар сулҳ шавад. охир ин чизоя мебинед баъд хел ҳамин ҷону дилатона барои ватанатон фидо намекунед ки шукри худованд саҳрахо мехезад ҳама ҷо ором ҳама ҷо тинҷӣ ҳама ҷо сулҳ амонӣ илоҳо дар ҳама гӯшаҳои дунё сулҳ шавад дӯстӣ шавад. мо озод ба ҳамин шаб шумо мегӯед ки ако мерем як тарафҳои сочи рафта як ҳафта дам дӯстабем ё Дубай ё Турсия ё Америка ё Олмон ҳамин шавад ки ҳамин шавад вақти шавад ки ҳамин билета гирифтед онлайн телефон кардед харидед рафтед самолет соч дед рафтед тамом ане хел бояд шавад худо хадам хел мешавад чунки ман 25 сол пеш консертам гуфтам ки ҳоли байни Тоҷикистону Ӯзбекистон чегараҳо юғ мешавад раҳо кушода мешавад
ولی میشد گفتم 25 سال پیش شد کو. بله. با همین من آرزو دارم که آینده با همین دوستی و مهر و محبت ما با همه دنیا، چون که درهای تاجیکستان با همه کشادگی است، الهی همه جهان تاجیکستان بیاد و از وطن ما لذت برد، از منظرهای ما، از نان و نمک ما کیف کند، لذت برد و ما هم توانیم که به همه دنیا رفته سفر کنیم. استاد من توجه می‌دارم شما حتی روی دوردست نورید ماشین رو خودتون میرانید، میتونید گفته که چند مراتب شما با صدمه‌های نقلیاتی دچار شده؟ من خیلی شدگی که من رفته زدگی نیستم. شما من آمده زدگی ام. خیلی. خوش. از تونل فرامده ایستادیم. هوا برف. ماشین من لانکروز 200 نه پناه. همین خیلی من 4 بالون مای کردم. خوش کردم که هم پیش آخری برابر کار میکرد، یعنی نمیری لغزد ماشین داشتم، راه یخ بود. همین ایستادیم یک ماشین اومد تق آخری بزد، بینم یک کمازی کلام بارش کرد. بعد بیچاره 40 تونه بار داشته است. 40 تونه؟ 40-50 تونه بار داشته است و در اون یخ ماشین وزنش کرد اومد زد. و شفیع فرامد ماشین من دید گفت که اکا من تام دادرم. یگون گپ نیست. زیغ نشم. من ماشین خودم برده سوز میکنم. تو ماشین خودت برده سوز کن. تو ماشین باشه و هیچی نشده باشه. خیلی کم پچاف شده باشه. دادرم گفتم زیغ نشم. اساسش که تو پروا نکن. یک بار دیگه ماشینت همین پسرم امروز روز تولد پسرم شیروان جان در آمریکا روز تولدش. شما تبریک میکنیم. شیروان جان روز تولدش امروز در آمریکا. پسری من بسیار بچه باادب است، دانشمند است، خدا بشکر. بسیار من افتخار میکنم. یک بار ماشین نو خریدم، اومدم از دروازه همین ماشین ندارم بیرون دروازه اومدم ماشین نو خریدم. من نمره‌اش گرفتم آوردم گفتم. بعد شیر گفت که دادا این ماشین گفت من یک کرو گردی همین محله‌مو با هیکر بیام مالی گفتم. همین شیر رفت و 5 دقیقه نگذشته است. من همین دور خانه حوالی بودم که دادا یک بیرون بروید. خوش. برومدم که پشتی ماشینی همون جیپی نپنا خریدگی پچاق. تینجیم باشیم گفتم. من همین گفت تنگیم اون وقت تنگیمون نه اومدگی نبود خیلی. بله. تنگیم اومد تنگیم چه دست میشده که من خودم این تنگیم آرندگی زدم من پول ندارم ماشینش برا اساس کنم گیره. ولی اون کس توی پول تیگو فهمید دادرم گفتم. اون کس توی گریبان تا خپید می. هر کور گفتم تمام ماشین خودم ساز میکنم. پناه به خدا الله اکبر گفتم. با ماشین نه پناه ولی های نکرده برده ساز کردیم همشه یعنی از زواد نوش آورده چسبوندیم. بعدم بچه ما که ماشین است یک بار تیو خب باش 2000-3000 سوزیم هم که بنا پناهش خریده بود دیگر ان با برده هم پگاش ماشین فروختیم بعد از روز ماشین ساز کرده فروختیم ماشین نو ساختیم و یک بار دیگه ماشین خودم کردی از ورزاب اومدوسم 14 اپریل سال 16 همین فیلارمونی کنسرت باید مونه 12 مای روزی شش مقام کو همین رقاصا باید رقص کنند و شش مقام باید مشق کردم همون و برنامه اومده باید بینم نظر گذارونم مهمانای ایران که تشته بودیم من دوشنبه میرم برو اومدیم همین اروی 150 اومدوسم که دیر شد گفته همین زدم ماشین در یک کماز موتور ماشین درونی ماشین در اومد پیشم سرم هم کفیدگی دریدگی خونین ناس که در ماشین کردم کشاده شد خیلی ماشین همه خیلی پرتوفتیم با خدا داد با یک بزرگمرد با یک ماشین نو من به طرف کردم اساس که من زنده موندم اون ماشین آدمای دیگه گفتن که از این ماشین زنده برآمدن هیچ ممکن نبود گفتن بیگانه من سرم کفی تمام خیلی بردن سر دوختن ابو بعد چند حمدان ایران روز گفتم که حمدان رفته با اثر نفس سر یا بردگی هم شیشه مایدای ادوناش گرفتن و رو محکم کردیم چند مرتبه دیگه استاد شما با آلمان رفته بودید برای تبابت بله من اصلا مشکلی با چی بود من همین مشکلی کمک مشکلی باشد من رفتم دوید باید یک طرف کنم عادتی من همین ماشین من مگر همین کالپاچوکش میگم که همه اگه نباشد من هی نمیکنم میچسبونم اول بعد هی میکنم خیلی عادتی نازک دارم من بسیار بله چای اگر خودم دم کنم کدام چای خوردگی که من چای خورد لذت میبرد خیلی چای میگم میگم نخورده ولی من قانونش میدونم اون مختگی هستم کدام خوراک رو بیشتر تر میپسید من تمام خوراک ناز میپسندم دل خو با خودم اگر حافظ نمیشدم که من پسنده میشد آشپز میشدم با خود رستوران من به جا نبوده چی هستن میگم فیرمینای بلوده یک خوراکی هست که مثلا این طرف خانه از این طرف خانه مثلا افضلیتش رو معین میکنند چی میشد خوراکی آشخانه افضلش شده مثلا گوشتی برچه شیربوزه دنبه چشکتی هم تو دیگه میپرتم سرخچه میشد هم تو کارتوشکای میانزم یک تا پمیدور ریزم زیره میپرتم نمک شد هم تو دام میپرتم وای هم تو پیاز کتیده هم تو میکشم کو وای
صبح صبح کارتشکای اگوشت فرق نمیتونید هر دوش یک خیل میشد حلواده هم ده همه پرتون کیف کنه مالا که این ریکلامش خودش کفایه بود بدونه یا هم تو میپرتون یک چبا سرخ میشد بعد ابولوی بدون همین سبزی شروع کرد ریزه کردم رنگ خندی سفیدی کلان نکو تماشا ببینید بودی خط انا همون میپرتون سبزی سال کارتشکا بیشتر بود پرتوی که بعد سال نستر پسند بعد کارتوشکا میپرتویم بعد پمیدور و البته زیره هم خودم زیره میزنم البته نمک و زیره میزنیم دم میپرتون اون پریپراوای دیگر نه پریپراوا هست برای گوشت و وای هست مثلا برای بدونه هم پریپراوا هست که هم اونجا پریپرول کنه نوشتگی وای سیری وای فوش نمیکنیم نه وای اكو وای چیزای مخفی بعد گوید همون چیزا باور کنید اگر بلازات آدم میخورد آدم خوراکم باید بلازات خورد مثلا شیر برنج عادی هم میپزم کیف میکنم خدا همین نونی که مثلا موندگی ابازور گرفتگی دینه خوش من همون نون شروع کرده گرم میکنم هم گویا که آشتون کندگی ده شما میخورید بکی روغن زرد پنی نون به هم توی منم ابار جلوش که اصلا میریزم و بتونم جانون میشده من همه چیزا کیف کتی خوردن در کار بله یکی من چای کبود میخورم یکم با چایشو نمیخورم همین چای کبوتا چونون دم میکنم که چای کبود سیرش هسته خوش اینا مخفی دو تا آدم چای فروش بودنده بعد بخورای خونی سمرقندی میبود سمرقندی زنش میگفت که یک تا میگفت چای کن میگفت که همین بخورای کیف کند میگفت چون کوی تیلایی با چای دم کرده میبرد بعد اکجا بودنی چای بعد و گوید و چای فروش دنیایی یک پول مینوشد یک تا ریزه دکجان دویمش میشه این میگفت ام مگزین 11 از شهر دبی میگفت مگزین چی نامش حسین واه میگفت خویل میشد یافتی میگفت بعد این خونه این به میبود مهمونی با این زنش میگفت که چند نمود چای خانه به هست میگفت 11 نمود 11 نمود چای میگفت دورین چای نگو پرت دم که خوب شبش میوبد میگفت چای دم کردم میبرن این اکل سمرقندی نشسته هم خیلی نشد یقول یک دیگه ریزه دکت سه مش هم نشد میگفت یافتم اگه این چای خیلی میگفت گویم می نگویم می نکنه خفه نشید میگم من این اچوی خالتی کدام گاتو میگفت 10 نمود چای اینجا میگفت واه میوبده یعنی این چای کیفش کو موبده یک شوی هم وقتی مینوشید معاین کرده میتونید یا نه البته شاید همین خیلی معاین میکنم که با خدا اگر باید چای با همین لیمون چای خصوصا مثلا چای خودش کبود با لیمون ازت بتونم دولین پاس بگیرم این چای نایس با بهترین تکنولوژی اروپایی من با خدا چای شیرین بله کیف کردم این پیش از همه از اون است که هم وطنی است هم تماش از محصولاتی که خارجی میبیاد یا اون کمی نداره حتی بهتر است استرافشم به توی برفتم خوش اولی توی اکو دیر کردم رفتیم ما هم توی مردم شیسته ساعتی توی ساعتی مثلا 12 روز به سر شدنش دکور ما بعد که دهونیم به میرفتیم یک پیاله چای می‌خوردیم خوراک می‌خوردیم بعد 12 سر می‌خوردیم بیشتر هم خیلی بود ما 15 تا کم 12 رسیدیم 15 منو موندگی تا بچه‌ها اسبابای جور کرده و کردن رسو 12 به توی سر شد من یگان چخوردگیم نه شکم گوش نه رای دور موندگی خوش میکروفون گفتم که دوستان عزیز گفتم استرافشم گفتم یک چای خانه چی زور بدین گفتم همین صاحب توی همون کس همین توی آوردگی بود است همین چای همون کس چای کاسو گفتم اون کس یک چای کردم من میفسونن که من کیف میکنم نه که آشپزی از طرفش نه تعریف کردن که می آشم میکنه و برای حافظه علاوه طبقه و گوشت میفسونن و عجایب آدم گفتن همون کس هم بسیار تعریف برای همین یک خرساز نه اما خرساز چای اومد گوشت اومد آش اومد همش قاعده شده اومده هم با همون نفرایی که آشپزو همون کس تعریف میکنه بابا میفسونن نه بیچاره هم اونجا اثر تو بگونه حقا یک کس به رحمت نگو یک کس نپرسد چه میشه خیر آشپزی اهم زوری همین استراشن همین روز همین توی به آش کرد کنی اکیم پشت گلیم تو انا اکجا رحمت همین سرود برای شما همین سرود تمام شده الکای میبیاد همش قاعده شده برای همین مردم کوهستان اسفرگی آش زور میکنن آش پنجکین تماشی خوب میگن آش پنجکین اکو و آش نیوای و گنبزی پروردگار و دای پیر رفته گیده پنجکین دم پرتوت گنبزی پروردگار یکی اسفرگی روغن زغیر خودشون برنج دیوزری اسفره ملایم میپزن آش پنجکین تیمو کمک سخت‌تر از سبزی زرد کردی زور آشی سمرقند هم بسیار خوب سمرقند هم آشش زوره پنجکین سمرقند یک شهر قدیم همش چیزش زوره مانندی دارد با بله هم لیکن اسفرگی ها آششون پسند است برایشون وای اسفره آشش آش حقانه قندش خورد وارخی ها خود اسفره همین خیلی مردم مهمان دوست که جانش فدا میکنند خیلی پنجکین البته هم خیلی اشتم هم خیلی کوهستان هم کلاب هم خیلی کلاب برای راه گم کنید اکا می باشه خانه فلان آدم کوفته استیم اول بفرو میگه یا پیاله چای بکنیم یک میداره که نیم کاسه شوربه میبرد یا گونگینه میبرد دنگیچه میگه
یک نان داده یک آش داده آدم میاب چای کرده میگه خونهش اون هم سه خونه بالا خونه هم آدمه دیدید حرمته بله این شهرهای قدیم همش هم خیلی یخل بله و البته من در همه دنیا بودم جهان گشتم همه جای دنیا که رفتم برای من همه چیزی تاجیکستان از همه جا بالا است بهترین تشکر استاد ما بلیتز داریم من سوالها رو زود برای شما میدیم شما زود جواب میدید اگر لازم باشد ما یگان سوال رو شرح میدیم استاد دو آوازخوان که به شما تاثیر گذاشتند استاد جورابک مرادов استاد ظفر ناظیمов بهترین دو شاعر که با شعرهایشان بیشتر کار میکردید یا میکنید استاد لایق شیرعلی استاد کمال نصرالله بهترین دو دوست که در صنعت همراهتونند در صنعت بهرالله شاگردی عزیزم هستند و البته سنگعلی میرزایف دو کتاب مهم که به شما تاثیر رسانده است من راست گپ بگم از همه کتابی بزرگ برای من این مثنوی معنوی مولوی این کتاب و البته خواهید نخواهید دیوان استاد لایق بهترین صنعت کلاسیکی یا معاصر کلاسیکی البته استعداد یا مهنت هر دوش دو صورتی که شما رو بیشتر شناخته کرد به فکر شما جوانی رفت تو دیگر به پیشوازم دمی در نمی برای مادر بهترین صورت دو بهترین آوازخوان در تاجیکستان به فکر شخصی شما البته میپسندم استادی بزرگ انا جورابک مرادов گوش میکنم دیگه استاد آدینه هاشمیف بسیار شبا گوش میکنم من شبا دردش گوش کرده قایل میشم که خیلی شیرین میخواند هم مرده یک فلک میگیرد همین میرم هم در صدای نوای آدم راستیه بسیار خوب دو بهترین آوازخوان از خارجه که برای شما پسند است البته خانم گوگوش دوست میدارم خوش و البته خلیو اگلیسیز بسیار احترام میکنم اگر امکانیت داشته باشید که در یگان ژانری نو سرود خوانید کدامش را انتخاب میکردید نگاه کنید جاز راک یا رپ راستی گپ بگم جازش من معقول‌تر جاز معقول‌تر بهترین سوالی که برای شما پسند است چای یا قهوه من چای پسند دارم چای دو اسباب موسیقی به شما بیشتر پسند است تور و البته همین دنبره کوهستانی سری استغلام دینا باید دنبره هم کردن استای بزرگ آوردن دادن همین شبا می نوازم یک ملایم کرده خودم به خودم کیف کردن البته اینکه تور من خودم استاد تور که هستم قریب 14 تا تور دارم خانه و همین تورم از دینا از بخارای شریف آوردم بهترین دو چیزی اساسی که صنعتکار باید داشته باشد یا خصلت دو چیزی اساسی صنعتکار یکمش همیشه در یاد وطنش بودن دویمش حرمت آدمای دانستن قدر انسان‌های دانستن که مخلصا کردی گپی نظم مناسبت خوب مراجعت خوش کردن در کار دو خاطرات بهترین از کودکیتان با یک جمله میتونید گوید همون روزایی که در بستانسرای استاد ساربان آش میکردن و استاد لایق به شراب میریختم دو فیلمی دوست داشته شما شو فیلم هم بسیار تماشا میکنید بله فیلمی اهم نظمیدگی من با دختری واخوردم یافستلیتل دیروشکو دیون کاوکاز کپلینسه دو چیزی که شما رو عصبی میکنه آدمایی که تهمت میکنن خوش تهمت در حق یک کس بدی میخوان کو تهمت میکنن اینو تهمت یعنی که چیزای دروغ میگوین دروغ میرد من گنده میکنن مثلا بله من نکردیم همون کارو بله غیبت میکنه و دروغ میگه پشت من سو رفته تهمت نامرد آدم ده خیلی آدمو بله دویمش این که همین جنگ اندازای غیبتچی بسیار بد میبینن غیبتچی آماده همین یک کس با یک کس جنگ میانزن با شرم داشتم و تماشاگر میشنن خیلیش بی ناموس خیلی آدمو دو کسب اگر شما سرانده نمیشدید کدام کسب میشدن من آشپز میشدم بله آشپز چه خیلی میتید بعد شاعر البته من شاعر اگر فیلم درباره شما ساخته میشد با فکر شما نامش چی میشد خوشنوازی افضل شو خوشنوازی افضل شو اگر میتونستید تنها یک سرود برای تمام عمر سرایید کدام سرود میشد ای خدا در روی زمین آدمگری از همه چی بالا گذار بهترین تشکر میگم استاد عزیز السلام علیکم بوریس ممکنه با شما عکس بله چطور امضای خود را نگذاشتید رحمت کای концерти навбатӣ не рӯзҳои концерти шуморо мо медонем пас кай клипи нав мебарояд не дар бораи клип ҳам мо медонем вай ба наздик мебарояд дуруст пас чӣ кай тарофаи нави оператори мобилии анор мебарояд ман аз ҳамин рӯз шумо метавонед ки ба тарофаи нави диёр ультра аз анор
пайваст шавед. 30,000 мегабайт интернети рӯзона, 35,000 мегабайт интернети шабона, 1000 дақиқа ба дигар шабакаҳои мобилӣ ва 50 смс. Нархи ҳамаи он 65 сомонӣ дар як моҳ. یک سوری دیگه میخوانم بتونم شما اینو میتونید که بعد خودتون خونید استراحت کردید نیابی در جهانی بی وفا صادق تر از من نیابی در محیطی بی غمان مشفق تر از من در آن مورد که لاف عشق گویند و راحت گیرند نیابی از طلبگاران خود عاشق تر از من نیابی از طلبگاران خود عاشق تر از من با آن دردی دلی زارد که ناهموار می سوزد طبیب هم نیابی خوش پی حاضق تر از من در آن ساعت که از 7 آسمان جویی تسلای نیابی در زمینی عاشقی عاشق تر از من نیابی در زمینی عاشقی عاشق تر از من خشتن لایق تر از من نیابی از طلبگاران خود عاشق تر از من صادق تر از من عاشق تر از من عاشق تر از من احسن تشکر زیاد میکنم همین روزا رادیو با گوش میکنم آهنگای گوش میکنم همین خدر بسیار آهنگای من گرفته ساختگیان که همین آهنگ من گرفته سال دیگه کرده که خوندوست نه بسیار فخر میکنم حتی دمان میگن تلفن کرده که اکا من همین آهنگ شوین همین حافظ خونده است من ببینید میگم هیچ گپ نه ما خوند هیچ گپ نه یگان بدیش نیست چو کرده است خوند اهم من الهام گرفت اشعار برای چی ساختم اینقدر برای من ساختن آهنگ آسان من تیز بسازم آهنگو من آدمو آهنگ من گرفته الهام میگیرد کو من کیف میکنم یکی اخلاش دوزی میکند این کار درست بگه که اخلاش تامی آهنگ من میگو بو آهنگ نترسه آهنگ من میگه شرم نکردن یک مثال هستند شاگردای خودم کلام کردگی خودم کار بموندگی یاردم کردگی آدم کردگی روی راست میگه نه آهنگ تو نمیگو چیزی من خواندگی من عجب دنیاست این دنیا خواندم اون حافظ افغان است که یک تا دنبرکتی میخواند چی باشد یک تا توقیت سرخه کردیم امروز که میر مفتون هوای عجب دنیاست این نمیداد که همین شعری که خودش علب از زبان من گرفته از افسوی من گوش کرده خوند است بعد ارکین شاگردم خوند این محمد رفیق خوند دیگر خیلی دمیری بگه آهنگ خودم که خونده بود همین میخوانن چیزای من خوندگی این یعنی که این مردم جوانا حاضر چیزای ما یافته میخوندگی و میگرن بود دیگه آهنگ که میخونن مثلا این خیلی این کاری نامردی بله اما زورتر کرده خون قائل شوم میگه تو اما زور خونده که نتونی چی میخونی مثلا درست اینش هم هست برای این بحثی صنعت وقتی که خوندنی هستی گویی که استاد من میخونم زیرا براش چی این چیز شما مهنت کرده همین دمیربگ 7 سرودم خون آخرین خونم اومد عبیدالله خوجه ابراهیم فکتی کازم کمپوزیتور بسیار انسان نیک دادریم خون اومدن 4 تا دیگه آهنگ ما گفت که همین 4 تا اجازه داد من خونم استاد این بچه گفتم همیشه خون خدا رحمت کنه
پسرچی خرسمورا ظریفов جهانگیر جان اومد به نزدیک خنده خورشید در دوران نگنجد عیب کیست شعر آذرخش آهنگ من همین خوانم استاد اما گفت ما تا خوان بچیم خوان من خوان بود دیگه شاگردان میخوانن خدا با شکر خیلی شاگرد امروز بسیار خدا همشون بچهای ناز همشون استعدادهای خوب اکنون بدون چی صنعت اگر همین خیلی بحث نباشد صنعت نیست مکتب جوربک مرادوف مکتب خدارحمتی ظفر ناظم فؤادی هاشم سه رویه بود بحث با بحث میخوندن ده استادا گاز آهنگ نام میخوندن پگا و آدم میخوند یک تا پگا وایش میخوند انا میخوند بودن ده بای محمد نیازوف برنامه سوق و شایسته مولجان و معروف خواجه بهادروف جوربک نبی مستانه ارگاش و مرادبک نصرالدینوف انا خاصیت ظرفشانی انا استاد جمشید اسماعیلوف جوربک نظری قربانی رحمانوف مثلا دولتمند خالوف خدا رحمت کنه سید قل بلالوف بسته‌کار زور آهنگای زور دارن مثال همین صنعتکارا بحث با بحث باید خوانن بعد صنعتکارا همشون باید که همیشه به همدیگر مناسبت داشته باشن بله بسیار فکر من همین در اتفاق اربابان صنعت به یک نیت دارم که همه هنرمندا جمع کنن و یک صحبت گوییم که یک وقت خودشون گوین مثال هر 3 ماه با یک روز ما کی میتونیم واخریم همون چیزایی که گفتن هم امروز به مثال کارش ماندو هم واخری بیام بعد ما درباره فرهنگ درباره ادبیات درباره آهنگا درباره بسته‌کارا درباره آینده صنعتی ما پیشروی‌هاش اندیشه‌مون گفته بعد همین اصلاح کنیم کم بده حتما من همین کارو میخوام کنم البته اینجا کمک شما هم به من در کار است برای من آرزو میکنم که عموما هنری ما صنعتی ما جهانی باشد امروز جهانی شد حقانی در حقیقت هنرمندای خوب داریم صنعتکارای نغز داریم جوانای بسیار سعادتمند داریم از همه‌شون من افتخار میکنم و همه‌شون دوست می‌دارم در حقیقت هر کدومش برای خودش یک راهی خوشروی ساخته است یک کمک مهنت کرده است میکنه دوستاسته میشد چون که یک پیراهچه یک رو شاهراه میشد در روز خواهی نخواهید و یک دو تا کتاب هم همین باز به نزدیکی چاپ میشد کتاب شعرهایتون هم شعر و هم سفرامو یک تاش آهنگامو با نوت گرفتیم یک بار چاپ کردیم تمام شد بعد تکرارا مقواهای نوی خوشروی که یک چاپ بکنیم برای مکتب‌های موسیقی 60 سروده ما نوتا گرفتگی از اون خرید چیلتش برای وطن و تاجیکستان و ملت و تربیه و همین چیزا ده برای مکتب‌های موسیقی بسیار به فکر من که مکتب خوب در کار من در امریکا ازرا ملکوف ارتیست خلقی ازبکستان یک مکتب موسیقی شدگی بچه‌های جوان یاد میتونم یک زلف برایشون خواندگی جوان و بچه‌ها در امریکا خیلی خوشو خواندگی هم مکتب رفتم هم استاد نماتیفو هم دارن همون چیز ها در اسرائیل دارن این در امریکا کردگی در نیویورک بعد رفتم هم مکتبه با هم کتابم یک تا تحفه کردم با روشل روبین فهم ماجراگی سخت داریم برادری داریم که هم یک دادری عزیز من هستن هم شاعر و هم بسته‌کار بعد آوازخوانی خوب بعد گفتن که اکو گفتن در حقیقت گفتن همین چیزا نوتکتی مثال تاریخ به میموند همین میبرد فرانسه به همین میتوند نوخته آلمان به میتوند مثلا امریکا به میتوند کدام دولت خارجی هندوستان به میتوند برای این باید که صنعت ملی امروز تاجیکی اصیل باید کمتر از دیگر رنمایی صنعت ها سال برتری داشته باشد باید ما اینه کوشش کنیم اینه ما سازیم چون که مثلا یک زنک در هندوستان سیتار نوازی مشهور 25 سال مشق کرده است ولی استادش گفته است که نه تو صحنه برآمدن ممکنه 25 سال عمر چه صرف کرده است ولی هم ممکن نبوده است ببین چه خیلی پخته کرده بعد سر میتن صحنه بعد برای ما باید که امروز همه نمودی فرهنگ صنعت باید که ما در تحت نظارت ما باشد البته وزارت فرهنگ این کار با کوشش میکنه کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری اسلامی میکنه این کارا لیکن ما خودمون هم باید که جوانا و حافظا مثال جوانا باید تربیت کنیم در راهی بسیار نیک در راهی وطن دوستی در راهی پیشروی آبادی های زیبایی وطن عشق محبت همین درای ورزاب روید کو یک شعر پیشتون مونه خواهید نخواهید اول آهنگ پیدا میکنه همین آواز دریایی و همین هوای خوشرو کردیم باور کنید همین پانغاس برفتم اشت بر توی تمام شد برآمدیم از معرکه من گریه کردم اشک ریختم به کسی که اکو چی بود گریه کرده گفت آهسته چشمم تازه کردم گفتم یک جا در پنجره هست در قشلاق من گفتم که من اونجا تولد شدگیم همین خیلی جا گفتم عیناً همین خیلی درخت همین خیلی کو همین خیلی منظره این بزرگی خدا گفتم بزرگی الله همین که اینا میاد چه ساخته است که همین کوهستان مردمش با همش یک خیل مهربانی مهمان دوستی نون نمک پیشنهاد کنی قدردانی ها همش یک عجایب چیزا دارد زیبایی امروزه وطن ما در حقیقت یک اونجا نیست همه جا آباد شد
همه آباد شد. الها خدا عمری پیشوای معظم ملت دراز کند. جناب عالی الهی آفتاب سر ما باشند. پدر و مادرشان به رحمت، و رئیس شهر دوشنبه هزارها تعظیم که این خیلی جوانی زیبا، این خیلی دینشان تازه، محبتشان، مهرشان، صحبتشان، سلام علیکشان به آدم حواسش میره. خیلی با تربیت، خیلی عزیز، خیلی آدمی خوب، انسان خوبی که آینده بسیار من امیدهای کلان دارم. بگذار انمی وطن، شاعرش، نویسندهش، دکترش، حافظش، موسیقی برار و موسیقی شناسش، سازنده هاش، خانه‌هاش رو ساخته ایستادن. همه مردمی که در همه جاده ها امروز وطن در پیشرویش خدمت میکنن، همشان الله سلامت باشن. تشکر زیاد. از شما که ما امروز تکلیف کردید. بله. من دین از سمرقند آمدم تازه. بله. و بسیار هم آرزو میکنم که صحبت های ما هم خیلی سال زیادتر شود. بله. و کمتر توانیم که بعد دلان ما گوییم جوانای تربیت کنیم. بله. برای پیشروی آبادی وطن ما حصه گذار باشیم. تشکر که امروز وقت جدا کردید. من بسیار شاد هستم از اون لحاظی که شما هم خادم دولتی هستید، کار میکنید، هم باز هنرنماییتون زیاد است. امروز هم ما سفر داشتید ولی ما با یک خواهش زیاد شما رو مجبور کردیم که امروز بیاید همراه ما صحبت کنید. صحبت خوبم شد. بله. این تحفه از نام نایس مخصوص برای شما است. تشکر زیاد. تشکر زیاد. این بود برنامه امشب دوستان عزیز من. امروز در میمونی ما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان و یک شخصی واقعا هم خاکسار و وطن دوست افضل شادی بودن. نامناسب من مبارز عثمانов هفته آینده وا میخوریم. حتما در کامنتار فکر عقیده خود را روی این برنامه نویسید و نویسید هفته می آمده کی رو در برنامه ما دیدن میخواهید. خیر.